سلام، امروز اومدیم یه دونه واحد مختص مشتریان سخت پسند رو با هم دیگه ببینیم. واحد تریپلکس، کانسپت ویلا رو داره ولی داخل یه سیته فوق العاده شیک و بروز هستش. تمام امکانات رفاهی شما اینجا خواهید داشت و در یک ویلا زندگی میکنید. بریم با هم واحد ببینیم. خب دوستان، این هم واحد تریپلکس خاص مورد نظر. ما از طبقه میانی واحد که سالن اصلی و آشپزخانه قرار گرفته وارد شدیم. سالن این طبقه 43 متر، بالکن 13 متر و آشپزخانه 18 متری با قابلیت فرنیش و یک سرویس مهمان رو داریم در این طبقه که همونطور که ملاحظه میکنید ویوی جزایر و دریا رو داریم به اضافه محوطه سیته فوق العاده لوکس و لاکچری. خب همونطور که ملاحظه میکنید در این طبقه یک کمد دیواری داریم با قابلیت طبقه بندی. آشپزخونه فرنیش شده، ماشین ظرفشویی فر، گاز و هود تعبیه شده با برند زیمنس. به اضافه آشپزخونه‌ای که عرض کردم قابلیت چیدمان داره و شما میتونید از این منظره زیبا لذت ببرید. از اینجا میریم به طبقه اول واحد که شامل اتاق خوابا میشه. اتاق خواب اول با متراژ 13 متر، اتاق خواب دوم مجددا با متراژ 13 متر و یک سرویس بهداشتی 4 متری که به صورت مشترک استفاده میشه. کمد دیواری و درب ورودی این طبقه رو ملاحظه میکنید که قابلیت چیدمان و طبقه بندی رو داره برامون. به اضافه اتاق خواب سوم با متراژ 22 متر به همراه سرویس بهداشتی مسترش. شما در این طبقه از تمام اتاق خواب‌ها منظره فوق‌العاده دریا و جزایر رو دارید به اضافه دسترسی به بالکن مشترک این واحد. به طبقه سوممون میریم که شامل یک سالن 36 متری، آشپزخانه 9 متری و یک سرویس بهداشتی به اضافه 2 بالکن در ضلع شمالی که همونطور که ملاحظه میکنید یک بالکن با ویوی پارک و درب ورودی مجموعه هست. بالکن دیگه به متراژ 34 متر با ویوی دریا و جزایر در ضلع جنوبی واحد واقع شده. شما از دو طرف نورگیر خاص خودتون رو دارید و همونطور که ملاحظه میکنید در این طبقه شما قابلیت این رو هم دارید که بالکن رو به سالن خونه اضافه کنید. دوست داری اطلاعات بیشتری در مورد این واحد تریپلکس زیبا داشته باشی با من در ارتباط باش.